واژه آمل حرف آ در زبان ایرانیان قدیم کاربرد ضد داشته و مل به معنی مرگ و آمل ترکیبی از ضد مرگ مانند آمرداد و مرداد است. آمل به معنی بی مرگ است، یعنی تو را مرگ مباد. 7 شهر، آمرداد، آموی و آمله نیز دیگر نام‌های آمل در طول تاریخ بوده. بام ایران اشاره به دماوند است که در بخش لاریجان شهرستان آمل قرار دارد. همچنین آمل به عنوان دروازه ورود شمال ایران نیز شناخته می شود. در مورد پیدایش آمل 3 نظریه وجود دارد که اولین نظریه مربوط به دوران آمار، دومین نظریه مربوط به دختری به نام آمله و سومین نظریه مربوط به دوران طهمورث، جمشید، کیومرث از پادشاهان پیشدادی بوده.